شاید فکر کنید که بزرگترین فاجعه هسته‌ای جهان فقط چرنوبیل بوده. ولی میدونستید که یک فاجعه هسته‌ای بزرگ دیگه درست توی قلب آمریکا اتفاق افتاده؟ این ماجرای جزیره تریمایل، حادثه‌ای که هنوز هم بسیاری از مردم ازش خبر ندارن. چطوری یه نقص فنی کوچیک تبدیل به یکی از بزرگترین بحران‌های هسته‌ای تاریخ شد؟ تا آخر این ویدیو با من بمونید تا رازهای این حادثه رو با هم کشف کنیم. جزیره تریمایل یک نیروگاه هسته‌ای در پنسیلوانیا است که در سال 1974 شروع به کار کرد. این نیروگاه برای تامین برق مناطق وسیعی از شرق آمریکا طراحی شده بود. در زمان ساخت و آغاز به کار، این نیروگاه یکی از مدرن‌ترین نیروگاه‌های هسته‌ای جهان به شمار می‌رفت. اما در صبح روز 28 مارس 1979 اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. یکی از راکتورهای این نیروگاه دچار نقص فنی شد که منجر به نشت رادیواکتیو و بحران هسته‌ای شد. این حادثه به بزرگترین فاجعه هسته‌ای در تاریخ آمریکا تبدیل شد و باعث ترس و وحشت عمومی شد. صبح روز 28 مارس یکی از پمپ‌های آب راکتور خراب شد. این پمپ وظیفه داشت که آب خنک کننده رو به داخل راکتور پمپاژ کنه تا دمای هسته راکتور کنترل بشه. وقتی پمپ خراب شد، دمای هسته به سرعت بالا رفت. سیستم‌های خودکار نیروگاه طراحی شده بودند تا در چنین مواقعی وارد عمل بشن و مشکل رو برطرف کنن. اما این سیستم‌ها به درستی عمل نکردند و بخشی از هسته راکتور شروع به ذوب شدن کرد. بخار رادیواکتیو از طریق یک دریچه اطمینان که به اشتباه باز مونده بود، به محیط خارج نشت کرد. اینجا بود که ماجرای جزیره تریمایل به فاجعه تبدیل شد. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده، حتما دکمه لایک رو بزنید. بعد از اینکه نشت رادیواکتیو شروع شد، وضعیت به سرعت بحرانی شد. کارکنان نیروگاه تلاش کردند تا اوضاع رو تحت کنترل در بیارن. اما مشکل بزرگتر از این حرف‌ها بود. در همون ساعات اولیه مسئولان نیروگاه متوجه شدند که نمیتونن به تنهایی بحران رو مدیریت کنن و نیاز به کمک دارن. به همین دلیل دولت فدرال به سرعت وارد عمل شد و تلاش‌ها برای کنترل بحران آغاز شد. مردم منطقه که از نشت رادیواکتیو باخبر شدند به شدت ترسیدند و بسیاری از اونها تصمیم گرفتند که به مناطق امن‌تر پناه ببرند. رسانه‌ها هم به سرعت خبر رو پوشش دادن و این باعث شد که ترس و وحشت عمومی بیشتر بشه. هرچند که در نهایت میزان نشت رادیواکتیو کمتر از حدی بود که به انسان‌ها آسیب جدی بزنه، اما این حادثه باعث ترس و وحشت عمومی شد و بسیاری از مردم از اثرات بلند مدت آن نگران بودند. تأثیرات زیست محیطی این حادثه گسترده بود. نشت رادیواکتیو به رودخانه نزدیک نیروگاه و خاک منطقه رسید و باعث آلودگی آب و زمین شد. این آلودگی ها میتونستن اثرات بلند مدتی بر محیط زیست و سلامت انسانها داشته باشند. بسیاری از حیوانات و گیاهان منطقه آسیب دیدن و میزان بالای رادیواکتیو در محیط باعث شد که نگرانی‌های زیادی درباره سلامت عمومی به وجود بیاد. همچنین نگرانی‌های زیادی درباره سلامت انسان‌ها به وجود آمد. هرچند که تحقیقات نشان داد که میزان نشت رادیواکتیو به اندازه‌ای نبوده که مستقیماً به مرگ و میر یا بیماری‌های جدی منجر بشه. اما استرس و ترس روانی زیادی به مردم منطقه تحمیل شد. بسیاری از مردم از اثرات بلند مدت این حادثه بر سلامت خودشون و خانواده‌هاشون نگران بودند و این نگرانی‌ها باعث شد که بسیاری از اونها تصمیم بگیرن که به مناطق دیگه مهاجرت کنند. نظر شما درباره فاجعه تریمایل چیه؟ لطفاً نظرتون رو برام کامنت کنید. این حادثه نه تنها تأثیرات زیست محیطی داشت، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی هم به دنبال داشت. مردم به شدت از دولت و صنایع هسته‌ای خواستار تغییرات شدند. اعتراضات و تظاهرات زیادی در سراسر آمریکا شکل گرفت و مردم خواستار شفافیت و ایمنی بیشتر در صنعت هسته‌ای شدند. این حادثه باعث شد که بسیاری از مردم اعتمادشون رو به دولت و صنایع هسته‌ای از دست بدن و این موضوع تأثیرات بلند مدتی بر سیاست‌های انرژی کشور داشت. در نهایت
این حادثه باعث شد که قوانین سختگیرانه تری برای نیروگاه‌های هسته‌ای وضع بشه و نظارت‌ها افزایش پیدا کنه. دولت آمریکا تصمیم گرفت که بودجه بیشتری برای تحقیق و توسعه در زمینه ایمنی هسته‌ای اختصاص بده و برنامه‌های آموزشی برای کارکنان نیروگاه‌های هسته‌ای رو بهبود ببخشه. همچنین این حادثه باعث شد که سازمان‌های بین‌المللی هم قوانین سختگیرانه تری برای نیروگاه‌های هسته‌ای وضع کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری بکنند. این حادثه درس‌های مهمی برای ما داشت. بعد از فاجعه جزیره تریمایل، سیستم‌های ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای بهبود پیدا کرد و آموزش کارکنان به شدت افزایش یافت. این حادثه نشون داد که هرچند انرژی هسته‌ای میتونه بسیار مفید باشه، اما مدیریت و ایمنی اون از اهمیت زیادی برخورداره. همچنین باعث شد که مردم بیشتر به اهمیت مسائل زیست‌محیطی پی ببرن و خواستار تغییرات اساسی در سیاست‌های انرژی بشن. این حادثه نشون داد که توسعه فناوری‌های جدید باید با دقت و توجه به مسائل ایمنی و زیست‌محیطی انجام بشه و هیچگاه نباید از اهمیت ایمنی غافل بشیم. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو لذت بردید و مایلید که بیشتر درباره تاریخچه و رویدادهای مهم جهان بدونید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جذاب بعدی با خبر بشید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.